الله سبحانه و تعالی واقعا هم پیش از انسان فرشته ها را آفریده بود، چون در کلامش می‌فرماید که و اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین، این هنگام پروردگارت برای فرشتگان گفت که من از خاک، از لای انسان را خلق کردنی هستم. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، چون این انسان را راست کردم و بر او از روح خود گویم در آوردم، دمیدم برای انسان یعنی آدم سجده کنید. همه فرشتگان سجده کردند. فوقعوا له ساجدین فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. همه عبادت کردند، همه سجده کردند برای آدم بجز ابلیس که خود را کلان گرفت و از جمله کافران بود. الله سبحانه و تعالی انسان را آفرید، لکن به آن طبیعتی که فرشته ها دارند به آن طبیعت نیست. فرشته ها خاص برای عبادت آفریده شده، جنس مرد و زن ندارند، شهوت ندارند، خوردن آشامیدن به این چیز حاجت ندارند. اما انسان را آفرید که انسان به خوردن و پوشیدن و آشامیدن حاجت دارد و برای انسان اختیار را داد، چنانکه که میگوید فهدیناه النجدین. انسان به هر دو راه را خداوند میگوید من بیان کردم، هر دو راه را نشان دادیم، راه مؤمنان، راه کافران را، راه سعادت، راه بدبختی را، راه جنت و راه دوزخ را، دوستان الرحمن و دوستان شیطان را. و همینطور خداوند عزوجل راه را برای ما بیان کرد و اختیار را برای انسان سپارید تا انسان یکی از این راه را انتخاب کرده باشد. چون بنده مؤمن واقعا هم اعتقاد ایمان به آن دارد که الله خلق کننده است، الله شفا دهنده است، الله فرزند دهنده است، الله رزاق است، الله دور کننده بلاهاست، الله دهنده منفعت هاست، الله زنده است، الله قایم است، الله به همه چیز قادر است. مؤمن به این اعتقاد دارد. اگر بر او مصیبت یا بلای آمد به سوی خالقش، به سوی الله مراجعت میکند و از او مدد میپرسد. اما چون اگر اعتقاد و ایمان انسان ضعیف شود، نعوذ بالله به غیر خدا تکیه میکند، از غیر خدا مدد و رزق و فرزند طلب میکند، از غیر خداوند میترسد و با او امید میکند. چون میبینید طایفه از مردم به سحرگرها، به فالبینها، به جادوگرها که آنها بدترین خلق خدا هستند، از همه کافرترین خلق خدا فالبین و سحرگر و جادوگرها هستند، میبینید که به آنها مراجعت میکنند که اگر خدا نخواهد و بیمار شدند به نزد فالبین میرود، فرزنددار نشدند به نزد فالبین میرود، دخترشان شوهر نکرد به نزد فالبین میرود، مالش چیزش گم شد به نزد فالبین میرود، بدبینی بین زن و شوهر شد نزد فالبین میرود و غیر. بینید اگر انسان از ایمان، از اعتقاد گمراه شود، به مخلوقی که مثل او هست، مثل او بنده هست، به او مراجعت میکند. این البته بی عقیدگی هست، البته این گمراهی هست که انسان به مانند خودش یک مخلوق به مراجعت میکند. باز هم به همون مخلوقی که وی کافر است، همون مخلوقی که وی گمراه کننده هست، همون مخلوقی که با جن و شیطان ها کار میکند، همون مخلوقی که سبب پراکنده کردن جمعیت می شود، همون مخلوقی که تا اگر وی کافر نشود به فالبینی سحرگری دست زده نمی تواند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که در حدیث مبارک آمده است که من سحر فقط اشرک، کسی که اگر به سحر دست زند در حقیقت شرک آورده است. یعنی شخص مشرک فقط سحر و جادو میکند، سحر و جادوی فقط
همون کسی میکرد است که از ایمان دور باشد. به غیر خدا ایمان آوردگی باشد همونها فال بینی و سحرگری میکنند.